ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 19. хушбахтона ба шарофати дигаргуниҳои маънавию маданӣ таваҷҷӯҳи мардум ва бахусус ҷавонони равшандил нисбат ба даврони бостон, нисбат ба ононе ки дар сарчашмаи зиндагии насли кунунии халқи тоҷик қарор доштанд, нисбат ба ононе ки годҳо ва ба таври умум авасторо ба вуҷуд оварданд бештар гардид ва дар даврони соҳибистиқлолии давлатӣ мероси қадимаи аз ниёгон ба ёдгор мондаи мо дар фарҳанги худогоҳии миллии мо мақоми сазовори худро касб намуд. مزدک پیشوای مردم دوست ایرانی باستان. مزدک در تاریخ مردم فارسی زبان یکی از چهره‌های درخشانی می باشد که نام خود را در صحیفه‌های حرکت آزاد فکری جهان به طور ابدی ثبت کرده است. با وجود آنکه این مذهب در آخر دوره سلاله ساسانی پدید آمده، نام خسرو انوشیروان را در شرق معروف و مشهور گردانید، نیروی تعلیمات او راه مبارزه آزادی خواهانه مردمی ما را بر ضد اصطلاحگران اجنبی روشن نموده. سپس یکی از عامل‌های پیدایش دولت‌های فارسی زبان صفاریان، طاهری‌ها و سامانیان شد. در اثر تأثیر فوق‌العاده تعلیمات مزدک در عصرهای میانه در دین اسلام ده‌ها جریان و فرقه‌ها ظهور کرده. فعالیت بسیار گروه‌های دینی و فرقه‌های افراطی از قبیل اسماعیلیه، حشیشیه، افریدیه، ابو مسلمیه، خرمیه، بابکیه، بابیه از آن سرچشمه گرفتند. در اساس معلومات مورخان عهد باستان در دوره پادشاهی دیوکلتیان 284-305 پادشاه روم ویزانتیه در این مملکت شخص با نام بونداس ظهور کرده است که با وجود پیروی آیین مانی بودن عقیده های نوی بیان نموده با دین مانوی راه خلاف پیش گرفته است. موافق گفته های بونداس، خدای خیر با خدای شر نبرد کرده او را مغلوب ساخت و مطابق سنت و عادت آدمیان پرستش غریب واجب است. وی از روم به ایران رفته به تبلیغ دین خود شروع کرد. ستیلیت مورخ دیگری سده 6 میلادی شخص دیگری را نیز مقدم بر مزدک نام میبرد که با نام زردوشت یادآور شده عقیده های مشابه با مزدک بیان داشته است. پیروان این دین را در زبان پهلوی درست دینان نامیدند و دین مزدک دنباله دعوت های بونداس و زردوشت می باشد. مزدک در تبلیغ و ترویج این عقیده ها که یکی از شاخه های دینی مانی حساب می شدند اقدام نمود و در نتیجه
نام مؤسسان اصلی عقیده ها فراموش شده نام او مشهور گردید. مزدک در سال 460 میلادی به دنیا آمده است. تبری وطن او را نیسا جنوب اشخاباد کنونی گفته است. این از آن جهت هم درست است که بسیار مورخان پدر او بامداد را از موبدان بزرگ نیشاپور دانستند. مورخان دیگر وطن او را استخر، تبریز، مدریه واقع در ساحل شرقی دجله و غیره به قلم دادند. نظام الملک نام زن او را خرمه آورده است. پس از مرگ مزدک خرمه مبارزه او را ادامه داده موافق روایت مورخان اسلامی خرمدینان از او هستند. در اساس گفته ابن الاسیر خود مزدک نیز در ابتدا موبدی پرهیزکاری بوده است. بنا به معلومات مورخان مزدک کتاب به نام دیسناد و یا زند نوشته است که آن را ابن مخفف به عربی ترجمه کرده است. شهاب الدین احمد خفاجی درباره این کتاب چنین نوشته است: زند کسی را می گفتند که پیروی کتاب مزدک بوده و عربی شدهش زندیق را برای پیروان مانی و مزدک به کار می بردند. حرکت مزدکیه که در آخری سده 5 و اولی 6 امپریای بزرگی ساسانی را به لرزه در آورده پادشاهان گرد و اطراف از جمله روم و یونان را به واهمه انداخته بود. اولین حرکت وصل اجتماعی و دینی و حتی مردمی می باشد که پرابلم نابرابری اجتماعی و راه حل آن را در میان گذاشت و برای حل آن عملاً تلاش نمود. از آموزش مسئله معلوم می شود که عالمان اروپایی به حرکت مزدکیه مراخ کلان ظاهر کرده بهر مطالعه و تحقیق آن کوشش‌های فراوان به خرج دادند. اولین اثری مکملی که مزدک و حرکت وی را مورد بررسی قرار می دهد کتاب توماس خایت تاریخ اعتقادات فارسیان می باشد که سال 1700 در آکسفورد به چاپ رسیده است. در عصر 18 شخصیت مزدک، دین و حرکت او در مرکز توجه و تحقیق بسیار عالمان و دانشمندان این سرزمین بود. چنین محققان مثل دانشمند فرانسوی د بیوسابر، انگلیس گیبون، مالکولم، راولینسون، نیمیس، نیالدیک، یوستی، نیکلسون از جمله آنها می باشند. جای تعجب نیست که اکثری آنان از روی عقیده تحت تأثیر آثار پهلوی و معلومات مورخان عرب نسبت به مزدک و حرکت او از خود عکس العمل کشاد و روشنی دشمنانه و مناسبت منفی نشان دادند. مثلا گیبون در اثر خود تحت عنوان انقراض و در هم پاشیدن امپریای روم که در سال 1776 به چاپ رسیده است به سخنان موبدان دوران ساسانی باور کرده چنین می نویسد: مردم ایران شهر از تعصب این سوسیالیست که اشتراکی بودن زنان و مساوات افراد بشری را مورد تأکید قرار می داد مایوس و خشمگین بودند، زیرا وی حاصل خیزترین زمین ها و زیباترین زنان را
برای استفاده پیروان فرقه خودش اختصاص داده بود. اثری که دانشمند انگلیس مادی به این مسئله بخشیده بود چنین نام داشت: مزدک، سوسیالیستی ایرانی. مقاله کلان نیالدیکه که سال 1879 در مجله دایچه روندشاو تحت عنوان سمتگیری سوسیالیستی به چاپ رسید، در قطار حرکت‌های دیگر از جمله حرکت مردمی مزدکیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مؤلف در آن بیشتر به مسئله پرداخت قرض، نابرابری اجتماعی و تقسیم عادلانه زمین توجه ظاهر کرده است. با عقیده او سوسیالیسم شرقی پدیده است که بر اساس دین استوار است و سخنان خود را چنین ادامه می دهد: سوسیالیسم شرقی کاملا مذهبی است و با سوسیالیسم جدید فرانسوی و آلمانی تضادی آشکارا دارد. در مشرق زمین کار را یا قهر و غضب پیش می برد و یا در اثر تکیه به نیروی مذهب می شود و موفقیت های بزرگ نائل گردید. نیالدی که در اینجا شاید سطح معنوی آدمان آن دوره و فاصله 1200 ساله انقلاب مزدک و انقلاب فرانسوی را از خاطر فراموش کرده است. هدف از آوردن بعضی پژوهش‌ها پیرامون مزدکیه در اروپای عصرهای 17-19 تأکید این نکته است که بنیادگذاران کمونیسم علمی از حرکت‌های مردمی در سرزمین ما از جمله درباره مزدک صرف نظر از ابراز فکر و ملاحظه‌های مختلف اطلاع کامل داشته آنها را در تدوین و ترتیب تعلیمات خود استفاده بردند. تحکرسی جامعه ایرانی دوران ساسانی را دو رکن اساسی تشکیل می‌داد: مالکیت و خون. بنا به نامه تنسر در عهد پایه‌گذاری دولت ساسانی اردشیر بابکان میان اشراف و عوام فاصله زیادی وجود داشت. آنها از جهت لباس، مرکب، سرای و بوستان و زن و خدمتگار امتیاز داشتند. طبقه ها از حیث مرتبه اجتماعی دارای درجه ها بودند. در جامعه ساسانی مقام و منزلت در شخص ثابت و مستحکم بود. سعدالدین وراوینی در مرزبان نامه در این باره حکایت نقل می کند که جالب توجه است. خسرو پادشاه از پارس فرمود در صحرا مجمع جمع آوردند از گرد و اطراف مملکت، خاص و عام، شهری و لشکری، دهقان و نجیب زاده و هر یکی را در صف جای مقرر کرد و مقام و مرتبه اشان را معین نمود. وقتی همه نشستند اعلان نمود که هر کس به مرتبه پایین خود نگاه کند، نه به بالا، و از موقع و جای خیش راضی باشد. به عبارت دیگر در ایران شهر باستان موقع طبقه و درجه های اجتماع از بسیار جهت به کسته های هندویان شباهت داشت. طبقه های پایان و خصوص دهقانان و کاسبان از حقوق های عادی محروم بوده مورد استثمار شدید چند جانبه قرار می گرفتند. طبقه بلندترین اشراف که نزدیکان و اطرافیان پادشاه، مرزبانان و شاهزادگان ساسانی بودند، برای خود رسم و عنعنه‌های مخصوصی اشرافی تدوین نموده در جلال و شکوه و خاصه
بعداً این رسم و عنعنه‌های اشرافی به دربار پادشاهان عصر میانگی اروپا انتقال یافت، زندگی می کردند. قانونهای مملکت پاکی خون خاندانها، به خصوص خاندانهای اشراف و مال غیر منقول آنان را محافظت می کرد. درباره حفظ خون خاندان سلطنتی فارسنامه ابن بلخی چنین می نویسد: عادت ملوک فارس و اکاسیره آن بودی که از همه ملوک اطراف چون سین، روم، ترک و هند دختران ستادندی و پیوند ساختندی و هرگیز دختری به ایشان ندادندی. دختران را جز به کسانی که از اهل بیت ایشان بودندی مواصلت نکردندی. در میانه طبقه های مردم تفاوت زیاد وجود داشت. مثلا در طبقه کاسبان جای و مقام هر فرد دقیقاً معین شده بود. حرفه و کسب میراثی بود و کسی که مهارت و لیاقت لازم نداشته باشد جداً منع شده بود که با آن کسب مشغول شود. در مینوی خرد این مسئله چنین ذکر شده است: پیشوران در کارهایی که نمیدانند وارد نشوند. آنچه مربوط به پیشه آنهاست به خوبی انجام دهند و مزد آنها را به نرخ عادلانه بگیرند، چه هر کس با کار مشغول شود که از آن آگاه نیست آن کار را ضایع و بیفایده کرده است. هر طبقه سرداری کشوری خود را داشت. از طبقه به طبقه دیگر گذشتن آدمان بسیار کم صورت گرفته، آن فقط به واسطه قرار شورای سلطنتی و امضای شخص پادشاه صورت گرفته می توانست. طبقه حاکم به خصوص اشراف ساسانی از تمام طبقه های دیگر دختر می گرفتند، ولی به یگان طبقه پایانی دختر نمی دادند. قانون مملکت فروش انبار اشراف را به طبقه پایان منع می کرد. اگر کسی تصادفاً چیزی از مال طبقه اشراف را خریداری کند، مال پس گرفته شده شخصی خریده به محکمه کشیده می شد. بی حقوقی و استثماری شدید طبقه های وسیع مردمی زحمتکش در دست اشراف پول و ثروت فراوان گرد آورده بود. بنا به نوشته مورخان، روز خسروی انوشیروان به فرمان روان آذربایجان خشم گرفت و از نزدیکان وی پرسید که این والی چقدر ثروت نقدی دارد؟ گفتند 2 بار 1000 دینار. پرسید از مال و دارایی چی اندازه؟ گفتند 300,000 دینار. پرسید گوهرهای گرانبها چی دارد؟ گفتند 500,000 دینار. پرسید ملک و زمین و باغ دارد؟ گفتند در خراسان، عراق، آذربایجان هیچ کناره و شهری نیست که او در آنجا 10 پارچه ملک، 10 آسیاب، کاروانسرا، گرمابه و غیره نداشته باشد. پرسید از 4 پا چه دارد؟ گفتند 30,000 اسب، گاو، گوسفند. پرسید بنده و غلام چقدر دارد؟ گفتند 1000 غلام رومی و حبشی و 400 کنیزک. مزدک پیشوای مردم دوست ایرانی باستان. طبقه اشراف از تمام نعمتهای زندگی برخوردار بوده، حیاتی پرتجمل و اشرافانه داشتند. حاصل خیزترین زمینها،
آب رود و کاریزها به آنها تعلق داشت. تعدادی زنان وابسته به پول و دارایی سردار خانواده بود. با وجود آنکه شریعت دینی مزده اسنا حقوق مرد و زن را برابر اعتراف کرده است، به زنها مثل اموال شخصی مناسبت کرده می شد. اشراف بزرگی ساسانی در حرم خود هزارها زن و کنیزک نگاه می داشتند. در حرم خسروی پرویز 591-628 پادشاه ساسانی قریب 12,000 زن زندگی می کردند. طبیعی است که وقتی شخصانی جداگانه جمعیت از چنین امتیاز برخوردار بودند، صدها هزار نمایندگان طبقه پایانی نه تنها از نعمتهای مادی بلکه از زندگی خانوادگی نیز محروم بودند. با وجود آنکه طلبات و معیارهای عمومی جسمانی، معنوی و اخلاقی نسبت به شخص پادشاه دقیقاً معین شده بود، قانونی مشخصی وراثت و تعیین ولیعهد به تخت پادشاهی وجود نداشت. تعیین ولیعهد اگر از یک سو حیات شخص پادشاه را از جانب ولیعهد و به خصوص دشمنان وی در زیر خطر قرار دهد، زندگی ولیعهد نیز در زیر تهدید دائمی رقیبان قرار می گرفت. از این رو اکثراً ولیعهد انتخاب نمی کردند. مطابق نامه تنسر، اردشیر بابکان پایه‌گذار دولت ساسانی دستور داده بود که هر پادشاه در وقت لازمه ولیعهد خود را انتخاب نموده در نامه مهرداری ثبت کند و آن نامه را در اختیار موبدان گذارد. با درگذشت پادشاه موبدان، هربدان، سروری آتشکده ها و ایران دبیر بس سرداری امور اداری شاه را دعوت نموده مهرنامه را باز می کرد و مضمون آن را بیان می داشت. بعضاً موافق نآمدن فکر و اراده پادشاهی در گذشته با ملاحظه شورای سیگانه ناسازگاری به منفعت یکی از آنها و سببهای دیگر باعث می گردید که آنها نامزدی دیگری را به تخت شاهی پیشبری می کردند. در نیمه دوم سده 5 امپیری بزرگی ساسانی پس از سلطنت یزدگرد II 439-457 با یک سلسله سببهای داخلی و خارجی شکوه و جلال و ثبات و استحکام خود را از دست داده بود. از جانب غرب دشمن دیرینه ریم ویزانتیه به ایران شهر تهدید کرده، در طرف آسیای میانه افتریتها سال تا سال پرزور می شدند و سرحدات شمال شرقی را غارت می کردند. مملکت از جهت مذهب نیز در زیر فشار قرار گرفته بود. موقع دین زردشتی را در غرب دین نصرانی و در شرق دین بودایی تنگ می کردند. چون خانواده ساسانی از شاخه های زیاد عبارت بود و در هر یک 10 شاهزادگان تربیه می شدند، در زمان هرج و مرج و به خصوص در وقت انتخاب شاه اکثر آنها داوطلب تاج و تخت می گردیدند. پس از مرگ یزدگرد II که در سال 457 صورت گرفت تا سال 488 که سال جلوس قباد است، ناآرامی ها و ضعف و سستی حکومت مرکزی بود. 4 پادشاه حکمرانی کردند. جنگ های طولانی فیروز 459-484 و شکست های پی در پی وی
از افتلیت‌ها، زد و خوردها در سرحدات روم وضعیت خارجی مملکت را نیز بیش از پیش بدتر کرده بود. یکی از عامل‌های مهمی که توده‌های مردم را تکانی شدید داده آنان را به مبارزه دعوت نمود و وضعیتی واقعاً انقلابی پدید آورد، در آخر سالهای 80 و اولی سالهای 90 سده 5 به سر ایران فرود آمدن خشکی‌های چندین ساله پی در پی می باشد. موافق نگاشته مؤلف تاریخ ادیان و مذاهب جهان، سال 491 که سال ظهور مزدک قلمداد شده است، سال 7 خشکسالی بوده است. خشکسالی های دوران قوباد در شاهنامه نیز یاد شده است. ز خشکی خورش تنگ شد در جهان، میانی کهان و میانی میهان. ز روی هوا ابر شد ناپدید، به ایران کسی برف و باران ندید. میهانی جهان بر دری کیقباد، همه هر کسی آب و نان کرد یاد. این حادثه از یک سو وضعیت فلاکتباری توده‌های وسیع زحمتکشان را باز هم وزنین تر کرده باشد، از جانب دیگر خودخواهی، خودکامگی و لجام گسیختگی دارایان و به خصوص اشراف ساسانی را افزونتر نمود. بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی ظاهراً سپاراتیسم اشرافی را گسترش داده، در میان شاخه‌های دوری خانواده ساسانی و خانواده‌های بزرگ هفتگانه داوطلبان نوی تاج و تخت را پدید آورد. چون حکومت مرکزی ضعیف و ناتوان شده بود، اشراف در مملکت هر چی می‌خواست انجام می‌داد. در آیین مزدیسنا انسان در مرکز دایره کیهانی قرار داده شده. در شخص او انسانیتی کامل، شرافتی بلند، خودشناسی عالی تقدیر شده است. تمام بخش‌های اوستا و ترنم دلیری، دانایی، مردانگی، زیبایی، نیکندیشی، نیک سخنی، نیک عملی، جسارت و صدها خصلت‌های مثبت دیگر که شخصیت و مقام انسان را در زندگی مستحکم می‌کنند بخشیده شده. صدها خصلت‌های بد و منفور آدمی که عزت نفس و شرافت انسان را پایمال می‌سازند نکوهش کرده شده است. ما در گات‌ها به بسیار سطرها برمیخوریم که زردوشت پیامبری دین مزدیسنا جانبداران خود را به مبارزه بر ضد ظلم، استثمار، تعدی، پایمال کرده شدن شرافت انسانی دعوت نموده است. شما گفتاری 19 رو از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.